استحصال کینستودی تاجیک فیلم مرگ سودخور از روی اثری صدرالدین عینی. فیلم سال 2007 در اداره تلفیلم شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان به تاجیکی گردانده شد. کارگردان منوره احمد جان، مهندس ویدیو عبدالعلیم مرادعلی، برقرار کننده این متن سیف الله خیرالله، ترجمان مجید سلیم، راهبر گروه ایجادی شوکت محمدی به نقش ها آواز دادند. ناصر حسن، حبیب الله عبدالرزاق، محمدی میرزا علی، محمد جان شادی، بابا سعید یتیم، سلطان مراد بابا مراد، قربانی حامید و دیگران. دروازه رو بندید. اطاعت جناب میرشب. نبندید، ایستید، دروازه رو نبندید، دروازه رو نبندید، ایستید. اول به من 3 تنگه سپار، بعد به شهر میدروی، فهمیدی؟ انا من تنها 1 تنگه دارم، التماس مانید من درایم. گمان میکنی به تو باور کردم؟ نقص ترکاب، اگر نیابی بیرون از شهر بخوابی. التماس از برای خدا مانید به شهر درایم. حیات و وجدان من به این وابسته. فهمم بایکی. حیاتی تو ارزان بوده است اگر برای آن 3 تنگه دریغ داری. نرخی خودش کدیم تنگه؟ وای بیتر رو از کی دزدیدی؟ دمت گیر، این اسب پدرم. تو اسب میگویی؟ من اسب رو نمیبینم. آخر اون لاغری خود مور کو. او بای حاضر بیافتد بابای. خاموش شوید، مرا تحقیر نکنید. خاموش شوید، به شما میگویم راه دادن نخواهید. با زوری میدرایم. 3 تنگه میده روزن جوی وای در زندان. قاری احمد حقی دستم را کی میدهد؟ اندکی سیدن بینه در آنجا چی؟ نه حاضر دهد. باید 2 برابر بگیری، آرام شو. مانید به شهر درایم، دروازه را گشایید، التجا میکنم. رخصت دید، التماس من حتما باید به شهر درایم. دیر موندی باز پول سپردن هم نمیخواهی؟ همه‌اش همین، 1 تنگه و 5 پول دیگر نیست. مرا مانید درایم. تو میخواستی با زوری درایی. هر بیا گشتینگیری میکنیم. اگر دست بالا شدی میدرایی. چه خیل دست بالا؟ همین خیل. کی رو با پوش میغلطاند؟ من راضی، میبینیم کی زورتر. پولت رو با زمین مان. اگر مرا با پوش غلطانی به شهر میدروی، باز برات پول هم جمع میکنیم. کواپولی. گوش کن پسر، بای تو رو مایی میکند. دیر نشد از نیتت گرد. من علاج دیگر ندارم. کنی طرف بیا پهلوان. از رانی بردنیا. یه زور تا دور کی نفتد. متکش بغال اندازه که زمین سخت. زمین را محکم تر دار. نگاه کن چی بکنه. نگاه کن. من نمیدید. تن نمیدید. انا با تو میزموری. سب المونات. خیر مایلاش با شهر میدرایی. من تسلیم. گمان داری از من زورتری؟ نه، تو بیخبر موندی. من چقانی کردم. شاید همین خیر. های پهلوان، تو چی نام داری؟ همراه رفیق. اکنون به شهر درایم ممکن؟ خیر مایلش. پولهایم کجا شدن؟
پولت رو نبردند. اینجا قشلاق نه بلکه بخارا. در یک میجه زدن. پولت نیست. الهی بدبختی هایم مثل همین پول ها گم شوند. من کم نمیشوم. رفتیم. شما نمیگویید مدرسه در کجاست؟ در بخارا مدرسه بسیار. مدرسه میری عرب. مدرسه میری عرب. و تو چی در کار؟ نخواد همین پهلوان به کتابخوانی میل داشته باشد. نه، من یک کس رو باید یابم. بیا با ما درویش شو. حقی داخل شوید رو من میابم. تو با من معقول شدی. من همش رو تخت میکنم. نترس. به مشکلی زندگی میکنی بغیر از شبهای توبه. شبهای توبه؟ مگر شبهای توبه هم میشوند؟ در ما میشوند. خیر تو راضی هستی؟ نه شانی محترم، من باید همشهرم رو یابم. وای در مدرسه میری عرب تحصیل دارد. با همین راه راست رفتن گیر. با بنای مدرسه میری عرب میرسی. تشکر. جناب قاری، با فکرم این جوانی کم بغل دقت شما را به خود کشید. نه من بابای چیکار دارم؟ میبینم که امروز سودایتان بی‌برار بود. کم سودا کردید؟ شما میدونید که من در یک روز فقط به 2 تنگه سودا میکنم. حالا همین طور گویی برای من کفایه. به من دهان شیرین کنم. از این صبح ندیدم دهانم تل گویا قلم پر خورده باشم. دهان شیرین کنم. استید صبر کنید. با من گوید قاری عمک چرا پولهای بیگانه رو گرفتید؟ من دیدم. او من چیکار هم میکردم؟ چرا نگیرم اگر پرتوته باشد؟ من میدونم گم کردن پول گناهی عظیم است. از کم بغل را بودن آخرینش گناه نیست؟ خدا گناهی مرا میبخشد. و یگیت این جوان سالم غیر از این من از وی قشاقترم. این رو همه میداند. من بیمار باز راه میگردم. پیر شدم. وی کار کرده پول مییابد ولی من نه. الان یک تا میگرفتی؟ یک تا. قاری اشکمبه. چه؟ من قاری قرآن. آدمان نادان مرا قاری اشکمبه مینامند. لیکن اشکم کلانی من از شیرینه بلکه از بیماری. خوش آمدید. السلام علیکم. این کس رفیق نوتون؟ نه مرزا، این کس هم شهر رفیق بچگی نامش همراه رفیق. من به خواهرش نامزد هستم. قریب خیشو تبار. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت بسری دسترخوان. مرحمت. میبخشید ما را مرزا عبدالله، لیکن حالا لقمه به دهان نمیغنجد. به سری ما بدبختی آمد. ما محتاج مصلحت انقدرش یاری شما هستیم. به هر حال مرحمت. نشسته چای نوشید بعد مصلحت میکنیم. آمین. خدا برکت. الله اکبر. پدری وی از سودخور طریق وکسل پول قرض گرفته است. و این اولین ناخرین. افسوس. آن سودخور از قشلاق خودتان؟ سودخوری محلی. وی به او وکسلی روسی داد. روسی؟ کارتان مشکل شد. لیکن این حجت را سودخوری دیگر خریده گرفت. وی همینجا وی اون رو برده با نامش چی بود؟ بانک. درست با بانک. یعنی اکنون وکسل در بانک برای پرداخت قرض پیشنهاد شده است. به حساب قرض از پدرش خانه و باغش را هم گرفتند. لیکن آن کمی کرد. به جای بقیه قرض دخترش را هم گرفته بردند. عروسی تو را؟ ها. به جای 700 تنگه. او را کجا برده باشد؟ حالا وی در کجا نمیدانیم مرزا. پدرت از کی قرض گرفته بود؟ از بای قشلاقمان ارباب حامد. خواهرت را به کجا برده است نگفت؟ نه، هرچند خواهش کردیم ارباب حامد میگوید که قرض رو با فایدهش برگردانی خواهرت رو میگیری. فایدهش چند تنگه؟ 45 تنگه در یک روز. تا روز دیگر 1000 تنگه میشود. این خیلی فایده را سپردن نمیتواند. شما در کام پلنگت بدرالدین در کجا بودن عروسم را میفهمیدم. این مشکل در بخارا سودخوران بسیار. لیکن فهمیم چیکار میکنی؟ مگر قانونی هست که به جای قرض از پدر دخترش را گیرن؟ این خلاف شریعت است. وکسل مهر شاه روسیه را دارد. و غیر از این مهر بانک هم هست.
عروست رو به گرو گرفتن. ها لیکن اگر به قاضی عرض کنیم چی شاید سودخوران رو مجبور سازد خواهرم رو برگردانند. بیفایده. در قاضیات از قرضتان بیشتر پول خرج می شود و باز قانون آنها را جانبداری می کند. پول را برگرداندن لازم. علاج دیگری نیست. به من پول قرض دهید. خواهش میکنم. اگر شما به من پول قرض میدادید من یک عمر غلامتان میشدم. به شما قرض دهم؟ ها میرزا. با جان دل با کمال شادی میخواستم یاری دهم عزیزم. از شما هیچ چیز را دریغ نمی داشتم. شما آینده کلان دارید. لیکن افسوس ناچارم. من پول نقد ندارم. همه مبلغ در دستی پدرم. خودم هم مجبورم برای خراجات هر روز قرض گیرم. شاید شما یگان سودخوری شناس دارید که از وی قرض گرفتن ممکن باشد. سودخور؟ ها. به عوض قرض چرا به گرو مانده می توانید؟ هیچ چیز. من فکر میکنم. از یگان کس میپرسم. لیکن وعده نمیدیم. سودخورها عادتا قرض بی کفالت نمیدین. لیکن به بیشتری کار امید میفندیم. خدا مددگارتان. پشتیبانی بای شما آدمی نیک. یک قالینی تگ پای شریفشان از نرخ خواهری من بالاتر است. گلندام در کجا باشد؟ یا بگیر شاید وای در پسی همین دیوارها باشد یا در پسی آن دیوار. یا بگیر این شهری سه کرد بدبخت پر است. قسم همراه او را خلاص میکنم. من قرض میگیرم حتی جانم را به چه ها میگویی؟ جانی کمبغل یک پلیسی ارزش ندارد. من به هر کار تیار. میبینی همراه گلندام را میابم با هر بهایی که باشد. شنیدی بدریدین؟ کیم که هشتک زد؟ از چی ترسیدی؟ رفتیم. احتیاط شو. چقوری؟ یکدم ایستید. مهمانهای شبانه بای کجا میشتابند؟ هر چیزی که دارد براره تستر. به کجا ایستا حسن؟ ها کجایی؟ آنها رو کابید. و چشم. بیهوده زور میزنی. از پیش سینه من بغیر از مو چیزی نمیابی. بدبخت. همراه؟ روزی؟ سیم بای ها رو میپاییم لیکن باز با پای لچا میخوریم. این شب افطار مانده است. شب قشاب. حسن من آنها را. شب کی می آید؟ آها. آدمان میر شب اگر به دستشان افتی جامعه آخری ندرا میگیرن. شما رو خلاص کردن لازم. کی می آید؟ شما از آدمان میر شب میترسید؟ کی؟ ما؟ اینجا کی است؟ دیدی ما چکل میترسه. معقول نیه بعدی شما کوچه را تازه کردن لازم. اگر سنگ روزی محترم به وی میرسید وی حالا در زمین میخوابید با همراهی اسبش. دفعه دیگر خطا نمیکنم. له خوش ملا الک کتاب مقدس شمسه را از خود کردید؟ من هم زمان در مدرسه تحصیل داشتم لیکن از الفبا دورتر نرفتم. با زور حرفا را فرق میکنم. مجبور شدم سروری آن مومنان را به دوش گیرم که به اجازه درها را به سوی خدا میکشاید. سری و سودای اکنون معنی توبه های شبانه را فهمیدم. شنیدی؟ سری و سودای تو همدان شعر ایجاد کرده میتوانی؟ میتوانم لیکن این چیزی نمیدهد به جز قناعتمندی. میخواهم از تو پرسم روزی از که 1000 تنگ قرض گرفتن ممکن؟ 1000 تنگه؟ ها به هر دویمان. با تو هم پهلوان. لیکن خودم قرض گرفتن نمیتوانم و خشاقا من است. مایلش پگاه سحری هر دو به بازار آیید. به شما یک آدم را نشان میدهم.
بدرالدین! وای بدرالدین! بدرالدین! بدرالدین با تو چی در کن؟ وای را جیغ زنید! بدرالدین کسی تو رو میپرسد. من با کی در کار؟ همدهد همراه در خانه شما؟ من همراه. گوش کن همراه. سحری همسایت محسن به بازار آمده بود. خواهش کرد که رساند. چی را رسانید؟ مرد باش. خبری ناخوش. پدرت وفات کرد. مرد باش همراه. این خواستی خداست. آنها گناهکارها در مرگ او گناهکارند. مرحمت مرحمت به این طرف. نانیگر نانیگر آبی خنک ده بیا. آبی یخچک ده بیا. آبی شیرین تربوز شیرین ده بیا. مزه شبینا. انا نانیگر. انا آبی خنک. کباب انا وای میبینی شکم کلون کی؟ انا همه فربه و از ساله شربای روغنی پختم ممکن در نظر قشاق می نماید نهاد پول داشته باشد. ممکن پول نداشته باشد اما میگویند که او یافته میتواند. پس مرا با او شناخت کن. ایمان از من بر اینها میترسد. تو خودت برو خودت به نظر شرط پرس وقتی که تنها میماند. نمیدانم با او چه مرا رو نترس و با اصرار باش. مسخره کردنی کیرا؟ ملا بچه را یا همان خلطه روغنی بدبو را؟ سیخ کباب را اینجا آورده ده. چی به تو مشکل؟ ببند سیخش را تستر جو. مرحمت. چرا با خود گریفتی؟ که خدمت. پولش رو فراموش نکن. گوسفند نفت مزه شبینم. به این گوسفند فربه نگاه کنید. های 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 چقدر با مزه. گوسفند با مزه. کی خریدنی تربوز را فراموش کرد؟ من تربوزهای شیرین دارم. السلام علیکم. سلام علیکم. چه لاشی با مزه. ما شما رو دعوت نکردیم. من آدمی نظر بلنده. نه اینجا ما با من موافق نیست. مایده دیگرش رو. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. شکایت نظمی؟ شکایت ندارم. جمعه نفچند 30 تنگه. شما چی؟ صفت گزبارش رو بینید؟ این سودایت برار گیرد. کارش رو بینید چخیل. نگاه کنید بهترین چهوران اینا منگان دختن. با ضرر خود خیر محلش گیرید. با تو چی در کار؟ و من چی؟ این طور باشد از اینجا گم شو کنی؟ قالین خرید. حاضر. قالین های بهترین. قالین های گلدار. قالین های رنگارنگ خرید. اشکمبه. نانیگر پلاو. لقد پوشایم را فروختید. نه قاری احمد نفروختم. شاید فروخته باشه دو پلاش رو با کشتان زدید. قاری احمد باور نمیکنید. گمان دارید فریب میدیم. بینید انا کلپوشایتون. دیگر هرگز مالتون را نمیفروشم. اونها رو گیرید برید. خودتون سودا کنید. به من باور نداشته باشید. در را قرتان نهاید. کلپوشایم را دیدم یک حاضر کردم. حاضر کردید؟ با پول محتاج شدم لیکن پولم نیست. پولتون نیست؟ تماما نیست. باشم میدونید چه فکر کردم؟ چی میشود که نیستی پول همین ها رو پیشکی میدادید؟ برای من در حقتان نمیشود. اینجا دو هم فایده ندارد. کلپوشهایتان بازارگیر نه. آنها رو کسی نمیخرد.
شما چه ها میگوید؟ ولی من بزرگیر نه؟ ها بزرگیر نه بزرگیر نگاه کنه چقدر گل‌های زیبا دارد. انا این نقش ها رو بینید مثل گل بادام میبینم درست تر نگاه کنه چقدر نقش زیبا. میخواهید دانستن که این کلپوش ها را کی بدوزد؟ دانستن میخواهید؟ این محصولی دست چوری نبام و انگشتانی نازک خیلی نازک دارد. لیکن این انگشتان به من خیلی قیمت افتاد. گوش کنید قاری احمد، بلبل بر این نخوانید. اگر خواهید بیاید نصیحت کنیم. من همه مالتون رو یک لخت میخرم. به بدل این برای قرضم از من فایده نمیگیرید. اگر شما به این راضی باشید من حاضر پولتون رو میدهم. چی؟ فایده نگیرم؟ خدا تو را از عقل بیگانه کرد. قاری احمد آتشی نشوید. مرا به حالم تو تحقیر میکنی. میخوایی تشنگیم را با آب شرب شکنی ها؟ تشنگیم را با آب شرب شکنی؟ قاری احمد قاری احمد امانه Başka alim melamet afsana bulmaguncha sevmeseden hiç kim kırdana bulmaguncha hadi ham sifat dunyodan begona bulmaguncha arshim kuyar oqimdan toyla bo'lsa qiyomat arshim kuyar oqimdan toyla bo'lsa qiyomat ایدی تو چی باتگی اسم میداری کور هستی چو سلام علیکم جناب. از شما شادم. گذارید مرحمت. حاضر از پستون می آیم. تشکر. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم قاری اول قدر. سلام علیکم. سلام مرحمت شنید. شما چی میخواید؟ من هیچ چیز. نوشه نوشه. میفهمید در چیز به من پول در کار. قرض؟ بله. چنان که میگویند قرضده تنها پول را میدهد، قرضگیر باشد آرامیش را از دست میدهد. با تو پول چی در کار؟ به این سودا گرفتار نشو دامولا. به من پول خیلی ضرور. برای چی بد میفهمانم؟ روزی مصلحتم داد که از اشکمبه قرض گیرم، از قاره عمک. لیکن نمیدونم که چخیل به او مراجعت کنم. هفته اندامش کم چخیل، جنده پوش، گداها ورین. در فکرم وی پول هم ندارد. خوش شما باز چی دارید؟ پول ناچیز. چخیل ناچیز؟ پول کلان کو؟ میفرمایید واخواست کنیم؟ مرحمت. رفتیم. اینجا مرحمت کنیم میبخشید؟ با حساب جناب اسمت 20700 سو قبول کنید.
سلام علیکم. و علیکم السلام. از اشکانبه قرض نگیرید. وای به همه قرض میدهد. به این پولهای قرض رو بچه مینامد. عجیب، برای چی بچه؟ فایده رو از بچه هایش وای نبیره مینامد. اونها رو بیشتر دوست میدارد. لیکن برایش فایده باز هم عزیزتر است. اینها ابیرش و از حساب اونها وای هر روز قندم را میخورد. قریب تمامی بخارا از وی قرض دار. پس او پولی بسیار دارد. یگان کس حسابش را نمیداند. چرا من اینجا نشستم؟ صبر کن بدردین، شتاب نکن. میبخشید، شما ندیدید قاری به کجا رفت؟ خیالم به جنازه. به حق خدا صدقه کنید، به حق خدا. جنازه در کجا؟ آنجا. أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. میبخشید قاری احمق، چرا از دنبالم میگردید؟ با شما چه در کار؟ با شما کار دارم. چه خیل کار؟ به من پول قرض دهید التماس. قرض دهید. قرض دهم؟ ها التماس، به مدتی کوتاه، خیلی ضرور. به همه پول در کار. راستش من خودم پول ندارم، لیکن میابم. من خیلی منتدار میشدم قاری احمق. بعد مصلحت میکنیم. حاضر یرتیش تقسیم میکنم. باز دیر نمانیم، صبر کن. التماس با من دهید، التماس با من یک پاره دیگر گید. خصیصی نکنید، دعاهای من بهترینم. تنها من چون این دعاها رو میدونم. التماس یک پارچه دیگر گید. صبر کنید، اگر ماند میدیم. انا دارید. شما چقدر از من پول گرفتنی هستید؟ با چقدر فایده؟ شما کفیل داره؟ من کفیل ندارم قاری احمق. شاید یوان چیز رو بگراو میموند. این مورد یا زمین یا زر و زیور. گنجینه یگانه من الکه بگراو مونده شد. من از شما پول میپرسم تا او را خریده گیرم. و شما چرا بگراو موندید؟ الباز یا چیزی دیگر؟ کی میخواد؟ طلا. قاری محترم، این برایم از جواهرات امیر هم قیمت‌تر است. نترسید گویید. اگر گنجینه شما از جواهرات امیر قیمت‌تر باشد، پس دوباره به من گرام مونید. این دفعه از من گم نمیشود. قاری محترم، به من تنها 1000 تنگ لازم است. من به همه شرط‌های شما راضیم. میفهمم، لیکن چرا به گراو دیدید؟ من فریب نمیدهم، باور کنید. من زود بر میگردانم. چی؟ تو بی کفالت از من پول میپرسی؟ با تو سرگردان شدم و یرتیش دویم از دست رفت. وای با من دهید، با من. قاری محترم، دویمش برای دعاهایم. من میدونم که سو باقی مانده است. با من باز یک بار دید اگر خواهید که دعاهای من به درگاه خداوند رسد. چر دارد رحمت. با تو قرض میدیم. فراموش نکن که من برای این صبح 10 تنگه دادگی. 10 تنگه؟ ها؟ دروغ. نه، کپم راست. من برای این صبح از کیسه خودم 10 تنگه دادم. اکنون به شما به قرض میدیم برای استری کله پوش. ما فقط دخترمان را میدانیم. شما برای خوراک ما چند پول میدهید؟ به زودی از گرسنگی میموریم. اینجا ده. نه، نمیدهم. با این خیل گپ زدن حق نداری. من شوهرت قانونی شریعت را فراموش کردی. شما از خود رفته لعنتی ها. از روی شریعت شوهر باید زنهایش را خوراند. این را کی گفت؟ این را در کجا خوندی؟ مرا فریب داده نمیتوانی. من تمام قانونهای شریعت را میدانم. این گپ در کجا نوشته؟ تو از من ندار شو که در خانه من زندگی میکنی و لباس میپوشی. لباس؟ همگی یک کرته دارم و همان را هم روزی به تو به شوهر برمادنم خریدی. برای این رحمت. کم بغل چند کرته خریده میتواند. تو کم بغل؟ ها، من کم بغل.
شما باید پول این سوپ رو دهید. تلپوش ها رو فروشم حقم رو میگیرم. مرد گیر. شما نادان ها هیچ چیز رو نمیفهمید. من تلپوش ها رو یک لقمه میفروشم. برای خدمت هم پول کلان میگم. باز خیلی وکسل همه این پول نادان ها. باز این دختر در گردن من او رو خوراندن لازم. قرض وی زیاد بشود. همه این به گردن من. زور نپرسیده میگردد ورود، آنکه نبود زور میافتد زی پا. گر توی از بیمداری ناتوان، حکم طوفان است در هر جا روا. تاب کی آری تو اندر پیشی موج، بگذری از جاده غم با شتاب. بگذری آن سان که اندر روی ریگ، هیچ آثاری نماند نقش آب. بدرالدین روزی درست تو را کافتم. اینجا بیا. چی شده است؟ کار است. چی؟ رفتیم. تو از ما بیهوده رنجیدی. باور کن من یاری دادن میخواهم. برای پدرم بعضی حجت ها را نوشتن لازم. خواهی پول کار میکنی؟ غیر از این امروز من قرض یک سودخور را باید برگردانم. شاهد لازم. میروی؟ نزد سودخور با کمال مایه. کسی در رو کفت؟ به تو چی؟ کارت کن. کشویه کاری آمد. میدونم که شما در پسی در. کیست اونجا؟ این من میرزا عبدالله. ما پیشکی مصلحت کردیم. تنهایم نترسید. در کشویه. مرا فریب داده من نمیمونم. خیریت. چرا میترسید؟ آخر من قرضم را آوردم. این آدم خودی ایمانت رفت. صبر کنید من حاضر در رو پوشانم. این کس قاری امکو چرا نگفتی که ما نزد او میرویم؟ در این بار گپی علایده است. به این طرف از قفای من احتیاط شوید. زینه پایه آیسته پایمانیت زینه ها فرسوده. اینجا سر را کفاندم ممکن نه خود روشن کردم ممکن نباشه. کاری آمد. روشنایی در قصر راه هست نه در خانه منی کم بغل. کیم کی اومد؟ لیکن تو این دم کسی اینجا نامده بود. کار تو چی؟ بسیار گپ نزن. امروز بس است. رو خواب کن. مرحمت. درید. قریب بینیم رو شکسته بودم. چراغ رو گرانید؟ حاضر. نه چراغ. گوگرد داره؟ نه. همراهتان چی؟ من هم ندارم. افسوس. کاری آمد. در اینجا چکار کردی سوده؟ شما ها چراغ رو اینجا بیارید. از وای این چراغ رو درگیرانم. چراغ آوردن چی لازم؟ بهترش گوگرد میپرسیدید. گوگرد؟ وای پول میسته. در خانه من در یک روز یک دانه گوگرد صرف بشود. چنان که میگویند کسی سرپاکاری کرد فایده زیاد مییابد. صرف کنم هم لیکن بیفایده. باز گدابری میمیرم. حیاتی کم بغل همین. خراجات تا رفت می افزاید. وای خودش کی؟ شاهد شما؟ شما با او شناسی؟ شما کمتر ششته استید. ما با میرزا مصلحت داریم. به نزدیکی به دستم یک گل افتاد. عسل برین شیرین. گل؟ شاید گلی خور باشد. رفتیم نشان میدیم. اونجا خواب است. خواهر مایلش میبینی؟ وای خواب؟ ها
روشنایی کن. خوب شده است. خوش چطور؟ چشمتان آب خورد؟ معقول شد نی؟ نازنینه؟ لباس پوشانید؟ سیر کنید مثل پری می شود زیب حرم امیر است. گوش کنید، او را از قشلاق آوردن. برادرش همراه نام دارد. انگور خور و باغش نپرس گفتند. و از آنی من اگر خواهی از آنی تو می شود. فکر میکنم. مرحمت. گپی مخفیتان دراز شد. من خانه خوردم. چگونه گپی مخفی؟ لیکن اینجا در حقیقت سرد. فرمایید داخل انگشت بیارن. ولی خانه هم خنک زمستان آمد. اما من به خنکی عادت کردم. کم بغل ها مردمی پرطاقت، لیکن بای ها از خنکی می ترسند، نازکند. وکسلم را تیار کنید. وکسل؟ وکسلی مرا. پول را آوردید؟ بشایید. مرحمت گیرید. اینجا 1200 تنگه. خوش اکنون وکسل. وای گیرید. به من قرض میدادید قاری امک؟ نه، این پول های من نه. برای آنها حاضر می آیند، با پاسبان می آیند. نترسید و شما را غارت نمی کند. شما میخواستید با بدریدین که چه سپورش دیه. شما چیکار میکنید؟ این کاغذ قیمتناک است. چه سپورش؟ یک سپورشی مهم است. اگر اجرا کنی قاری امک برای چیزی را دریغ نمیدارد. چه سپورش دارید؟ گپ زنید. قشلاق رزماز را میدانید؟ مقدر دور نیست، نزدیکی بوتکن. البته میدانم، آن در نزدیکی قشلاق ما. بسیار نقص. انا این مکتوب را هرچی زودتر به آنجا رساندن در کار. پگاهی از آنجا 2 نفر را آوردن لازم. خود پگاه؟ این مشکل. من کوشش میکنم. خوجین نزد شما آمدم. بگذار درآید. السلام علیکم. و علیکم السلام. به من ارباب حاتم لازم. من ارباب حاتم. شما کی؟ مهمون عالی قدر از کجا؟ من از بخارا برایتان از جناب قاری نامه آوردم. از قاری. جناب قاری خواهش کردن که شتابم، لیکن راه را برف زیر کرده است. کمی تأخیر کردم. احتمال مانده شده اید. لباستون را کشیده دم گیرید. مرحمت شینید.
من خطی قاری امک را خوانده نمیتوانم. چشمم نمیگذرد. چشم شما تیز مرحمت خوانید. شاید خوانده توانم، آخر من در مدرسه خاریش محترم به شما باوری کلان دارد، همین طور نه؟ مرحمت به ما خوانده دید. خوانید. بچشم. جناب ارباب حاتم، اگرچه با امر تقدیر من از شما خیلی من قاری و شما معلم، در حقتان هر روز دعا می کنم که خدا عمرتان را دراز کند و به کارهایتان برکت دهد. آمین. آمین. از روی دعوای به شما معلوم به مقابل قرضدار ما ضرور است فوراً نزد من 2 نفر شاهد را فرستید، شخصانی با اعتماد را، بهترش خلیفه رازق و جبرائیل دروغگوی را. آنها در حقیقت یاردمچان بی‌بهای منند. اگر ما انشالله در این مرافعه برد کنیم هر یک شاهد 100 تنگه میگیرد، اگر باید دهیم 25 تنگه. پول در جایش سپرده می شود، لیکن خواهش دارم شتاب کنید، زیرا پگاه تقدیر ما حل می شود. امیدم به شما. با احترام، امضا قاری. چه باید کرد عزیزم؟ استراحت کنید، قوت گیرید، ثانی برمیگردید تا پگاهی حتما در بخارا شدنتون لازم. خوب. شاهدان مرا میرسانید. اینها خلیفه رازق وجدان و جبرائیل با همت. محترم جناب جبرائیل خواجه تیار شوید. به چشم. جناب حمید بای حاضر نوبت شما. به چشم. مرحمت. شاهدا. سفارش شما را اجرا کردن مشکل بود قاری امک. من کمی دیر کردم، راه بی نهایت وزنین بود. خدا حقتان را میدهد که برای خدمتتان به من کم بغل. امیدوارم وعدهتان را فراموش نکرده اید. در یادم هست، نترسید، در یادم هست. السلام علیکم. و علیکم السلام. من هیچگاه حق خدمت را فراموش نمیکنم. تشکر. گوش کنو که بگویی به بزرگدارا در آنجا یک سوداگر چای از من کمی پول قرض دار. بسیار نیک کرد. من به جای قرض از و یک قداق چای میگیرم. یک قداق؟ یک قداق. و علیکم السلام. حق خدمت را با همون چای میدیم. فقط یک قداق چای؟ تو میدونی که من کم بغل قشاق سونی این همه اش نه. من باز در حق دعا میکنم که عالمی بزرگ شوی. اما آخر وعده دادید که پول قرض میدهید. از کجا گیرم؟ بگراو به تو پول داده نمیتوانم. خودم برایت یگان چیز را گراو بماندم، لیکن من قشاق تو نقض بدانی. مرافعه سر میشود. میبخشی من شتاب دارم. صبر کنید. کی دعواگر؟ همراه رفیق جناب قاضی. انا این دعوایش. آزاد کردنی کدام دختر را طلب داری؟ خواهرم را جناب قاضی. ارباب حامد او را به عوض قرض پدرم گرفت. با قریبی پدرم از غم وفات کرد. اکنون یگانه پشت و پناه وی منم. این دختر در کجاست؟ نمیدانم جناب قاضی. وکسل پدر او را از من دیگر کس خریده گرفت. پولی وکسل را دادن نتوانستم جناب قاضی، زیرا پدر او قرضش را بر نگرداند. مجبور شدم دختر را به گرو دهم. شما خواهرم را به کی دادید؟ او چی نام دارد؟ گو کجاست؟ مغل نبردار. بهتر از قرض پدرت را با حمید بای پرداخت کن. خواهرت برمیگردد. چقدر مانده است؟ همگی 1000 تنگه. نه جناب قاضی، 1000 نه، بلکه خیلی زیادتر. من باید حقوق محترم ارباب حامد را حمایت کنم. من دعوای متقابل دارم. گپ زنید. پدری رحمتی این جوان، الهی خداوند جایش را جنت کند. علاوه به این باز از پیر ما ارباب حامد 5000 تنگه پول نقد قرض گرفته بود. در این باره شاهدان هستند. به نام حقیقت خلیف رازق و جبرائیل حاجی این را تصدیق میکنند. به دروغ گفتن آنها خدا راه نمیدهد. بله تصدیق میکنم. تو با این چی میگویی؟ نه این گپ دروغ.
در دستی پدری من هیچگاه اینقدر پولی کلان نبود. 5000 تنگه. 5000 تنگه در دستی پدرم هیچگاه اینقدر پولی کلان نبود. راست میگویم جناب قاضی، هیچگاه نبود. وای خانه و زمین دارد؟ بله جناب قاضی، اینجا نوشته شده است که همراه رفیق 5 طناب زمین نغز دارد. وقتی زنگیریش پدرش به او جدا کرد. بسیار نغز. شاهدان. بله جناب. بله جناب. آیا آگاهید که از روی عقاید شریعت شاهدی داده ایستاده اید و باید تنها گپی راست را گویید؟ میدانیم جناب. الا همین خیال شود، تصدیق کنید. الهو به غضب خدا گرفتار شوم اگر دروغ گویم. من نزد خدای تعالی شاهدی میدیم که پدر او رحمتی رفیق الهی جای جنت شود در حضور ما مستفیدان از حمید بای 5000 تنگه قرض گرفته بود. وعده داده بود که با طلب اولش قرض را بر میگرداند. محترم جناب قاضی باور کنید، این خیال نیست. باور کنید پدرم آن پول را نگرفته است. ارباب حامد نخواد انصاف نداشته باشد و پدرم 5000 تنگه نگرفته. دروغ میگویی مستفید، دروغ. دهانت را پوش. برای ویران کردن ترتیبات در قاضی خانه جزا میگیری. خلیفه رازق شما شاهدی حاجی جبریل را تصدیق میکنید؟ بله جناب قاضی، این حقیقت است. جناب قاضی، جناب قاضی، خواهشمندم مرا گوش کنید. من از این کار آگاهم. حامد بای دروغ میگوید. این شاهدان را من خودم آوردم. آنها را خریدند. چه خیل خریدند؟ ها، من مکتوب را رسانده خودم خوانده بودم. دیروز خواندم. آنها برای این شاهدی دروغشان هر کدام 100 این تنگه دیوانه میگیرند. کجا پیدا شد؟ ما او رو هیچ وقت ندیده ایم. ما نمیشناسیم و خدا قسم. اون مکتوب از نام کی بود؟ از نام قاری عمک. خودش کیست؟ در کجاست؟ وای همین جاست. حاضر جغ میزنم. شما قاری عمک را ندیدید؟ شیطان رفته است. نزدیکتر بیا به فراست. چی نشعه کشیده ای؟ نه جناب قاضی، عقلم در جایش. همراه دوستم این شاهدان را خودم به اینجا آوردم. جناب قاضی قسم به نام پیغمبر گپم راست. قسم میخوری؟ این مسلمانان از روی شریعت گواهی دادند. شاهدانی تو کجایند؟ شاهدانی من؟ از روی شریعت باید تو دو شاهد داشته باشی. اگر باز جرأت کرده به آدمانی پاک وجدان تهمت کنی، امر بدهم تو را به زندان پرتایند. بردار دو را. من راستش را گفتم. همراه دوستم مرا ببخش. من نمیدانستم. نه گم شو از اینجا. بدبخت، برای چی تو رو اذیت دادم؟ پدرم از وی اینقدر پول نگرفته است. باور کنید جناب قاضی، وی پول نگرفته است. منم ندارم، دانده نمیتوانم. خاموش. ارباب حامد، دعوایتون حقانی قبول است. عمل جوابگر در اختیار شماست. خراجات قاضیخانه هم به گردن جوابگر دین شد. حالا او را بسته به زندان پرتایید. خوب شده است. جناب قاضی این به انصافی است، به انصافی. رفته. لعنت به شما غارتگران. جناب اسمت، اعلی حضرت شما را به اتاق کاریشان دعوت میکنم. خوب شده است. به اینجا. سلام. سلام علیکم. مرحمت. مرحمت. خداوندا دعای بنده کمترینت را به درگاهت قبول فرما. و امپراتور نیکولای الکساندرش و اهل خانواده‌اش عمری دراز و بخت عطا نما. الهی خدا امپراتور را در پناهش نگاه دارد. آمین. الله اکبر. آمین. السلام علیکم. سلام علیکم. سلامتیتون چخیل جنابی اعلی حضرت؟ تشکر بد نیست. احوال شما چی خیل؟ نپرسید. 2 روز پیش 2
یک پهلویم درد میکند و سرم چرخ میزند. میترسم که روزهایم به شمار مانده است. شما با دکتر سازونوف مراجعت کنید جناب اسمت. وی نظم معالجه میکند. نه مرحمت. دکتر سازونوف خودی امیر و همه اشرافانی با نفوذ را تبابت میکند. وی از من کم بغل برای تبابت از موی سری که در جوانی داشتم زیادتر پول میستاند. نه جناب اعلی حضرت، نه از این خیل خراجات منی پیر و کم بغل نمیبرایم. البته من میفهمم. من شما را جناب اسمت برای آن دعوت کردم که درباره بعضی عملیات‌های بانکی ما وابسته به پیشنهادهای بعضی شرکت‌های خارجی مصلحت کنیم. یک عملیاتی هست جناب اسمت که شما می توانید با آن 270,000 سوم گذارید با قرب اسعار بریتانیا. بانک لندن با 40,000 فوند مبلغی در آن داشته اتان حساب را برابر می کند. شما راضی هستید؟ فایدهش چقدر؟ حق دلالیش کلانه؟ 3% به تهران برای خدمت رسانی، 3% به لندن، 7% به شما میماند که 18,900 سوم را تشکیل میدهد. بله این در کاغذ نظم نوشته می شود، ولی به حساب و کتاب رسیدن دیگر خیل می شود. من راضی نه. معذور دارید جناب اسمت. کفیل بانک ماجیک سیتی همکاری دائمی ما در زمان جنگ از خرید و فروش چرم دیده کاری اعتمادتری نیست. کدام لشکری که نباشد سرباز را بی موزه نمی شود. فکر کنید کاری سیر در آمد. شاید همینطور، لیکن مبادا شاه ما با دشمنانش آشتینی کردنی خواهد، صلح بندد. بعد چی؟ آنگاه این چرمها را چکار کنم؟ نمک کنم می؟ با کی میفروشم؟ چی ها میگوید جناب اسمت؟ امروز 1 فوریه سال 1917 با وجدانم که باز نه کمتر از 2 سال دیگر پادشاه ما با آلمان و اتفاقچیانش می جنگد. فای در کجا باشد؟ خدایا مدد کن. تو بیکار خوجه در یک روز درست کاری کردگیت همین. گلندام بدرالدین توی گلندام جانکم، من قریب که از دیدارت امیدم را کندم، همه جا را کافتم، تمامی شهر را. چه حال داری جانکم؟ به چشمانم باور نمی کنم. اویسته صاحب خانه حاضر برمیگرده. من کلپوش می دوزم. پس قاره درباره تو گرد زد؟ اگر 10,000 تو دوزم مرا جواب می دهد. این را به تو کی گفت؟ زنهایش؟ نه گلندام، آنها تو را فریب می دهند. به این کمپیرها باور نکن، من تو را به زودی گرفته می برم. چرا می گویی؟ خورزور و هیلگر زنهایش همین خیل می گویند و در بخارا مثل امیر، ولی این رو کسی نمی دونه. تو به کوچه می برایی؟ نه. شب همه در رو بسته، من فقط اینجا می شینم. کم یکان راه یافت. می آیم برو، التجا می کنم برو. پگاه صبح اگر توانم
تو باز به اینجا بیو، لیکن احتیاط شو که حالی هر دیمون بد می شود. گلندام عزیزم، من تو را آزاد میکنم. تو چی کار میکنی؟ چرا تیرزه رو کشادی؟ کی اجازت داد؟ نفسم گشت. گپش رو بینید؟ احتمال از بیکاری نفست گشتگیست. من گرم میکنم و باید تیرزه رو میکشاید. اگر یک باری دیگر تیرزه رو کشایی، نابکار موی هایت رو میکنم. تیرزه رو میکنم. کار کن. تو چی میخندی؟ وای باکیم کدام جوان گپ میزد. سانی وای گریخت، من همش رو دیدم. راست؟ السلام علیکم تقصیر. و علیکم السلام. علیکم السلام. ما شما را انتظار شدیم. نخواد شما 12 فرسخ را پیاده طی کردید. خدایا اسب کرا کردن لازم بود. اسب؟ من دیوانه نشدم. من کیم که اسب کرا کنم؟ نخواد برای خود اسب خریدن نتوانید. مگر در این گرمی 12 فرسخ پیاده گشتن آسان است؟ اقلا به جان خود رحم میکرده تقصیر. گپتان راست حمید بای، لیکن با کمبغل از دادن پول آخرین پیاده گشتن آسان تر. شما خودتون میفهمید که من سلطان نیستم که اسب سواری کنم. من در خونه حتی اره نگاه نمیدارم که دندان دارد. شما اسب میگویید. از باید تنها زیان. بهتر از گویید که ما امروز همان گاوهای نادان را میجوشیم یا نه؟ بله، آدم های ما جمع شدن. هم نمایندگان حکومت محلی، از جانب قاضی کلان جناب ملازم، همه اینجا خریداران هم زمین رو چین کردن، اموالشان نقد ماندن، به خرید فروش شروع کردن. ممکن بود. مرحمت، تنها شما را انتظارم. مرحمت. بسیار خوب. شاید یکان چیز میخوریم. بله البته مرحمت. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. اکنون به کار شروع کردن ممکن. از کی سر میکنیم؟ بیت کاری همراه رفیق را انجام دهیم. من راضی. جوابگر در زندان، دادرانش هنوز خوردند. خواهرش گلندام حضور ندارد. تنها مادری پیر و همسرش اینجا. آنها آگاه شدند که زمین و اموال به فایده حمیدبای فروخته می شود. من همچون نماینده قاضی خانه میفهمانم وکسل یکمی پدری همراه رفیق از طرف جناب قاضی خریده شده است. مبلغ دوم قرض 5000 تنگه که از جانب قاضی ها تصدیق شده است به جناب قاری تعلق دارد. شما راضید که اموال قرضدار را به مزایده مانیم. 6 تناب زمین، خانه، اموال، همچنین باقی همراه رفیق را 2500 تنگه نقد میکنیم. کی زیادتر؟ 2700. 3000. 3200. 4000. 4600. 4700. 5000. 5000 با 500. 5500 یک. کی زیادتر؟ 5500 دو. 5500. تمام. سودا گذشت. همه اموال همراه رفیق اکنون به جناب حامد بای تعلق دارد. پول مزایده را جناب قاری میگیرند. محسن را دعوت کنید. اینجا کی محسن؟ من محسن. حاضر می آیم. تو محسن پسر یوسف؟ بله جناب. تو از جناب قاری 360 پول قرض گرفته بودی؟ ها،
лекин аз ҷаноби қори ҳамагӣ 200 сум гирифта будам. 160 суми боқӣ мондааш фоидаи яксола гуфта буд. ин бар фоида нагӯй, зеро аз рӯи шариат маън аст, балки хароҷот барои хизмат гӯй. фаҳмо? фаҳмо ҷаноби муҳтарам. ба ҷаноби ҳомид бой хонаро ба гарав мондӣ. векселро бошад ба ҷаноби қори ҳузур дошта имзо кардӣ. ин дуруст аст? бале. ту имрӯз вазифадор ҳастӣ ки ба ӯ қарзатро 360 суми русиро баргардонӣ. чанд пул? 360 сум пули русӣ ки ба 2400 тангаи бухороӣ баробар аст. оҳ худоё, чаро ин тавр? охир ман ин пулҳоро то охири сол гирифта будам. то охири сол ҳамин хел дар вексел навишта шудааст. гуфта буд ҷаноби қори. дар вексел муҳлат нишон дода нашудааст. ба ман ваъда кард ки менависад. кӣ медонист ки фиреб медиҳад? нав 2 моҳ гузаштааст. ҳатто 2 моҳ ҳам не. бояд фоидаи яксоларо диҳам. хароҷот гуфтам ку хароҷот. сафсатаро бас кун. ғайр аз ту дигарон ҳам ҳастанд. қарзро медиҳӣ? имрӯз пулро месупорӣ ё не? ҳамин рӯз худи ҳозир ваъда деҳ. не, наметавонам. гиред ӯро. ман пул надорам. гум шав. иғорат аст, раҳм кунед. 2200 2201 2202 2300 2301 ки зиёдтар? 2302 ки зиёдтар? 2500 2501 2502 ки зиёдтар? 2600 3000 медиҳам. аз ман 3000 гиред. хуш, пагоҳ қишлоқи харгӯш меравем. он ҷо қарздорҳои шумо ба тамоми рӯз мерасанд. қори амак. шояд бо шумо ҳомидбои ҳисобу китобро имрӯз баробар мекунем. бо чӣ хел ҳисобу китоб? ҳаст маблағашам чандон кам не. шуморо намефаҳмам. қории муҳтарам, шумо пулатонро аз рӯи вексел 1 сол пеш гирифтед, ҳатто 2 солаашро ҳам. ба ман фақат замин расиду хона. ҳамин тариқ бояд ҳар яки мо аз ин розӣ бошем. не ба хайру шумо ҳамин хел ман розӣ нестам. ин чӣ хел мешавад? хонаю замине ки шумо гирифтед 3000 танга арзиш дорад. аммо ба туфайли векселҳои ман онҳо ба шумо ба 12000 афтоданд. ва фикрам фарқияташ ки 18000 мебошад, бояд тақсим кунем. аз 3-2-аш ба ману, якеаш ба шумо. не, намешавад қори азиз. маро фиреб дода наметавонед. ман гови ҷӯшо нестам, аз ёд набароред. шумо барои ман гови ҷӯшоед. охир ман одами касал бепушту паноҳ. маро хафа кардан мумкин не. вале агар ранҷонед, ҳамин хел шуданаш мумкин ки на замин мемонаду на пул. худо мададгорам мешаваду дуоҳоям мустаҷоб мегарданд. ҷаноби арбоб ҳомид, умедворам хизмати хоксоронаи маро низ фаромӯш намекунед. аз ин пулҳо 2000 как ба ман диҳеду 16000 боқимондаро миёни худ тақсим созед. ҷанобон, хабарҳои бад. ҳамин лаҳза писари ман аз шаҳр баргашт. вай дар он ҷо шунидааст, дар бозор гуфтанд ки номаи таъҷилӣ омад. императори рус Николай аз тахт афтодааст. чӣ? ту мехоҳӣ аз дасти ишканба тӯҳмаашро рабоӣ. ба ман ёрӣ деҳ. эҳе, рабудани духтар аз дасти ишканба ин баробари аздаҳони паланги гурусна гирифтани гӯшт аст. чӣ? ту аз вай метарсӣ? ман ба ин бовар намекунам. ту рӯзи паҳлавон воқифи шабҳои бухоро, офати бойҳо, аз кӣ тарсидӣ? аз ишканбаву занҳои пираш? ман худам илоҷашро меёбам. хайр. сабр кун. ман ба ӯ гуфтам ки ту марди ҷасурӣ, дили бузург дорӣ, дӯсти содиқи одами накӯкор ҳастӣ. ман хато кардам.
معلوم می شود که تو عدالت رو حفظ کرده نمی توانی. تو عدالت میگویی ولی در کجاست؟ در کجاست؟ من تو را نزد اشکمبه برای حزل فرستادم ولی عاقبتش چی شد؟ دستان وی از دستان امیر دیده درازترند. میلش من راضی. همین شب روزی، همین شب. میلش بگذار گفته ای تو شود. مرحمت. آمین. جناب اسمت، امپراتور دیگر نیست، اکنون جمهوری. جمهوری همینطور. لیکن با پلها چی می شود؟ آخر در روی پلها عکس امپراتور نیکولای الکساندرویچ بود کو، نه تنها صورت خودش، در بعضیش پدرش، بابایش، بابا کلانش. مثلا 100 سوم را گرفت، در آن یکترین عکس یافته است. اکنون با آنها چی می شود؟ یعنی که پلها می سوزند؟ نه تشویش نکشید، هرگز این طور نیست جناب اسمت. پول چیزی ابدی است، صخره مستحکم است. مالیه اساسی عالم است. ولی شما این را از من بهتر میدانید. در حساب شما بیش از 1,000,000 سوم با طلا، اسعار و کاغذهای قیمت بهاست. نه شما غم نخورید، ما اینجا آدمان خودی، بانک با تمام مالکیت دولتی تأمین است. این چنین با مبلغ‌گذاری های خارجی هم. از این رو آرام شوید جناب اسمت. هیچ وقت با سرمایه شما یگان خیل ضرر رسانیده نمی شود. تشکر جناب مدیر. کمی منی موی سفید بیچاره را آرام کردید. پول به آسانی به دست نمی آید. از بهر همه چیز می گذاریم و فایدهش کم. خراجاتم خیلی زیاد. زوری می کنند که از بهر خدا قرض ده. همین خیلی پول ها می روند. هر یکی فریب دادن می خواهد، بی پاره کار نمی رود. اون فایده ای که بانکتان می دهد خراجاتم را پوشانده نمی تواند. در خصوص فایده محترم جناب اسمت، شما به عملیات با چرب جرأت نمی کنید. اما خبر رسید که با 100,000 پول 30,000 فایده صاف می دهند. 30,000؟ بله. این فایده نقص، بسیار نقص. من راضی می شدم، اما اینقدر چند را از کجا یابم؟ هست. من انیق می دانم که جناب اسمت به مقدار زیاد چرم خوب رسیده است. هم ارزان. در کجا؟ شما با میرزا عبدالله پسر سوداگر اشوروف همکاری دارید؟ بعضا وامی خوریم. این مال به او با رسانیدن به بانک پیشنهاد شد. او وکالت دار. میرزا عبدالله عزیز، هرچی که شما فرمودید به قاری رسانیده شد. با احترامی صمیمی برگ. بسیار خوب. به جناب برگ گوی که نامش را گرفتم. از اولی پشت برات. فایز از 100,000 از 100,000 فایز می شود
سی چند می شود؟ 30,000 سی پاییز کاری همک نترسه. یک گپی جدی دارم. روزی میخواهد امروز از خانهتون دختر را دزدد. این را تنها من میدونم. من تصادفاً گپی آنها را شنیدم و خواستم شما را آگاه کنم. یکی به پول نه. اگر قرض دادرم را از حساب براره آنگاه دوامش را میگویم. تو بگو جو صبر کن. من دایم حق خدمت را بدهم. ما اینجا روزی گوش کنید، به فکرم وقت رسید. تو حسن نزد زین پایه رو. شکنبه پیدا شد وی را کوب، لیکن آیسته‌تر که نمورد. به هر حال او قاری قرآن است. ما در را شکسته به خانه می‌داریم. شما هر دو در این وقت جاقی کمپیرهای لعنتی را بندید که حتی خنگی کردن نتوانند. چی؟ به شما یاد دهم؟ تازه کار میکنیم. حسن اینجا بیا. من اینجا. از آن طرف گذر تست. فهمیدم. من کجا روم؟ به تو گفتم نادان. بدرالدین، ما از بالای دیوار میگذریم. با من یاردم کن. دستت رو ده. دستی برام بگیر. ایستید غارتگرها، بازمانها دستگیر کنید. بدرالدین، گروه از من آنها را نگه میدارم. کوبه آنها را، کوبه برادرم، کوبه آنها را. دستگیر کنید. کای ها باز از پیت میگشتم. روزی بوی لب. چی باید کرد؟ راه خلاصی نیست. تو رویت را به این طرف گردان. بای میخواد افتو اندامت را خوبتر بیند. رویت رو گردان دخترم، گردان رویت رو. بس است اینقدر چرت نزن کفایه. رفته. سرت رو بلند بردار. انا همین خیل. من این دختر را میگیرم. چند پول میخواهید؟ خدا شاید از او جدا شدن مشکل. او با من مثل دخترم عزیز. پیوزی این وعده دهید که خرید و فروش چرم با شرطهای من میشود. شما راضی هستید؟ راضیید؟ تشویش نکشید. همش میشود. مرحمت. لیکن پگو با اداره ما 100,000 پول نقد باید بیارید. از صورت حسابتان میگیرید. فهمیدید؟ فهمیدم. من صاحب ما را دعوت میکنم. وثیقه را امضا میکنید. آن را در حال پس از دیدن مال تصدیق میکنیم. کار تمام. خوش دختر چند پول میستد؟ شما او را بزنی میگیرید یا؟ البته بزنی. حالا یک کاری سیر درآمد را سر کردم و برای این عمل امکان دارم. من با شما خوشبختی میخواهم. مولا را دعوت نکنید هم میشود. من خودم شما را نکاح میکنم. این به شما ارزان میافتد. دخترک 5,000 میایستد. تنها برای شما. قسم که وی به من قیمتتر افتاد. کاری امک. شما وی را حاضر میبرید؟ نه حاضر نه. باید با زن کلانی هم گفتگو کنم. دختر حالا در خانه‌تان میماند. میفرمایید که با این پول ها زبان خط نوشته دهم؟ نه جناب قاری.
آخر ما با شما کاری بزرگی رو شروع کردیم کو. من از دوستان زبان خط نمیپرسم، همین خیلی هم باور میکنم. آیستمان با احتیاط نپرتاد. چرا ایستاده ای؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. بیایید قاری امک مرحمت. شما شنیدید میرزا در بازار چه خیلی گپ و آوازه ها؟ چه خیلی آوازه؟ یک گپای بیهوده. نه میرزا آوازه همین خیلی که گوشت کر میشود. ها یا سرباز میگو. آنجا ببر. یک سرباز میگفت که گویا در روسیه حکومت رو بلشوی به دست گرفته است. بلشوی همین خیلی او رو نام میگیرم. شما تصادفا نمیدونید که وای خودش کی؟ شاید برادر شاه، همونی که تخت رو گرفتن میخواست. چرا میگوید؟ نه بلشویک برادر شاه نیست. بلشویک این آدمی خوفناک. خدا چه این شیطان را طاقت میکند؟ بدلم و هم نه اندازه. ایمانید این گپای بیهوده را. روسا خودشان حل میکنن. کار خودمان بسیار. درباره آنها گپ زدیم. هر همش شناس شوید. تاجر عزتمند از سمرقند، مختار رفتار، صاحب چرم اعلا. و علیکم السلام. شنیدم که تا حال آن را نفروخته اید. راست؟ آیا کرای فروختن باشد هر روز نرخ‌ها بلند میشوند؟ چی فایده؟ شما میگویید که نرخ‌ها بلند میروند؟ بله. نه اینطور نگویید. اینطور گفتم در کار دید. اون نرخ‌ها شمال برید. امروز شمال سخت وزد اگر نرخ‌ها بالا میروند پگاه پایان میپرند. بیهوده نگفتن هر کی مالش را نصب رو به تشویش خاطر جمع، هر کی آن را خرید در تشویش فروختن. نوشه و احتمال کمان دارد که شما پول ندارید، از این رو دو دیل شده است. مرحمت نمایید. کاری امک پول رو آوردید. مرحمت نوشه جان کنید گیرید. پول با من؟ کنیان؟ مرحمت. های آفرین. من گفتم که قاری امک سوداگری حقیقی. برارید حساب کن. باز کنی؟ نه اینجا. مرحمت گیرید. دهان شیرین کنید. چوی نوشه قاری امک. مرحمت شر ندارید. مرحمت. رسا 100,000. رسا 100,000؟ این کم است قاری امک. 105,000 لازم. چه کم است؟ شما 100,000 گفتید کو؟ من 105,000 گفته بودم. فراموش کردید. انا حجت ها را بینید. همین خیلی نه؟ حاج مختار. بله. نمیدونم مالم را فروشم یا نه. شما چی فکر دارین؟ نه جنابان. چه خیلی نمیفروشه؟ وعده دادید ما که مصلحت کردیم قاری امک از پایید پول شوید. بانک هنوز کشاده است. انا 100,000 شما. نه بهترش آن را من به صندوق میمانم. وثیقه کنی؟ وثیقه نیستم اینجاست. وثیقه در کجاست؟ نترسید قاری نترسید. در صندوق من. فراموش نکنید که پیش از به وثیقه امضا کردن ما باید مهر رو بینیم. اکنون با بانک شتاب کنید. فرصت غنیمت. باز 5,000 بیارید و ما این کار رو تمام میکنیم. خب؟ فهمیدم. نگاه دارید. در خلطه چی داری؟ تو به رازنهایت چی آوردی؟ روزی آوای درویش دوستی من همراه رازن نیست و هیچگاه رازن نبود. شد نشان ده چی آوردی؟ آب و نان. خیر. حق خدمت من چی؟ انا میلش میدیم اگر زنده باشم. زنده من میدانم جناب یساول. کی با جای تو کار میکند؟ بیکار خوجاها. خیلی بیمردم. بانک علاقه محکم شد. نه 5,000. سلام علیکم جناب قاری. ما امروز علاقه دیده بودیم. پولتان را گیرید و وثیقه را دهید. 5,000؟ برای چی؟ چقدر برای چی؟ علاوه به 100,000. حساب کن. 420 برای پخته، 375 برای شاهی، 590 برای بخمل. حاضر نکنید. حاضر کردن لازم نه. پولتان را گیرید و 5,000 وثیقه را دهید. من دویدم چنان تیز دویدم که قریب میمردم. چای دهید که حلقم تمام شد.
من کار بسیار دارم، وقتم نیست. یکان روز دیگر بیایید. 800. چی؟ قراردادمان ویران شد؟ کدام قرارداد رو میگویید؟ وای نبکک به من چرم فروخت. کی فروخت؟ حاجی مختار سوداگر نیستند؟ این که از دوست دیرین پدرم ملا سمرقند دیوانه شده قاری. شما چه میگویید؟ فریبگر، پولم رو برگردان. 100,000 سوم. 100,000؟ ها، 100,000 برگردان. فهمیدی؟ هرزگویی بس است. نگرفتم. وای حاجی وای دروغ بگوید. شما دیدید باید پول را گیریم او تصدیق کنه. من هیچ چیز را ندیدم تقصیر. یکم بار میبینم. شما کیسته؟ خیر. آی خلیف، رازق، جبرائیل، شما هم اینجا بوده دیدید. شما مسلمانی با ایمان تصدیق کنه که باید پول را گیریم. و شما چی شد جناب قاری؟ با قرآن کریم قسم که شما پول نآوردید. نه آوردید. بس است دیوانگی کردن قاری امک. اگر تو در حقیقت دیوانه شده باشی من تو را به جینی خانه میفرستم. ایستا و تو باز یک گپ را گفتم میخواهم. تو از من به 5,000 دختر را خریدی، پول را دادی ولی از زبان که دست کشیدی. دختر؟ ها، گلندام را. های کنی وی را از اینجا زده پیش کنید. خارتگرها، دوستها، رازنها، پولم را دید، خارت کردن، مدد کنید، خارت کردن. لعنت به شما غارتگرها. ملازم کجا جناب قاضی کلان کجاست؟ جناب قاضی کلان با بادکند رفتند. به او شکایتی تعجیلی دارم، شکایتی تعجیلی. حالا وقتی شکایت نیست جناب اسمت. مرا غارت کردن، خانم سوخت فهمیدید این را میفهمید. حالا همه جا میسوزد، همه جا. بلشویکان اینجا آمدن، میفهمید؟ بلشویکان به نزدیکی جنگ سر میشود. جنگ. صبر کنید. غارت کردن، قشاق کردن روزنها. ایستید قریانک. نزد امیر ماند وای مرا میداند. من شکایت دارم. مرا غارت کردن. آخر کسی نیست. شاید امیر عالم پناه نیستن، به مسکو رفتن. مرا تماما خشاق کردن، گدا کردن. چی کار کنم خدایا؟ تو گدا پس دنیا با آخر رسیده. دنیا با آخر رسید خدایا. در کجایی؟ به دادم رس خدایا. خدا در آسمان آنجا را کار. الله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. محترم قاری، خبری نو رو شنیدید؟ چه خبر؟ بلشویکان الکی رسیدند. بانک شکست. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.